کامالا هریس نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا از حزب دموکرات، تیم والز والی یا گوبرناتور ایالت مینسوتا را به حیث معاون خود در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر معرفی کرد. در یک گرد همایی پرشور در روز 6 آگوست در ایالت پنسیلوانیا، او گفت که تیم والز که در گذشته افسر مربی فوتبال و معلم بود، آماده آن است که روز به حیث معاون پرزیدنت خدمت کند. این سیاستمدار 60 ساله و نچندان شناخته در امریکا 12 سال وکیل مردمی در مجلس نمایندگان بود و از سال 2018 تا کنون ایالت مینسوتا را رهبری می کند. تیم والز یکی از آنهایی است که در عملی کردن سیاست‌های حزب دموکرات به مثل حمایت از حق زنان برای اسقاط حمل، کمک به خانواده‌ها و موضع‌گیری قاطع برای حفظ محیط زیست و تغییریابی اقلیم نقش فعال دارد. والز در ایالت نبراسکا به دنیا آمده در دهه بزرگ شده است. کامالا هریس دادستان سابق کالیفرنیا میگوید اگرچه او و والز در گوشه‌های گوناگون امریکا به دنیا آمدند، ارزش‌های یگانه دارند و به این باور هستند که باید دست انسان‌ها را بگیرند، نه اینکه به زمین بزنند. اکنون در انتخابات ریاست جمهوری امریکا که روز 5 نوامبر صورت می‌گیرد، کامالا هریس و تیم والز با نامزد حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا و معاون انتخابی او جیمز دیوید وانس رقابت می‌کنند.